بیلیونر چینی که دنیای تجارت الکترونیک را متحول کرد. اما مسیر او به موفقیت هموار نبود. جک در جوانی 10 بار در آزمون ورودی دانشگاه رد شد. 30 بار برای شغل درخواست داد و پذیرفته نشد. حتی KFC او را استخدام نکرد. اولین تلاش‌های او در کسب و کار اینترنتی نیز با شکست مواجه شد. اما در سال 1999 او علی بابا را تأسیس کرد و با پشتکار خستگی ناپذیر آن را به یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری جهان تبدیل نمود. جک ما با تبدیل شکست‌ها به پله‌های موفقیت، شرکت علی بابا را به پلتفرمی جهانی برای خرده فروشان و مصرف کنندگان تبدیل کرد. داستان جک ما الهام بخش کارآفرینان در سراسر جهان است و نشان می‌دهد که شکست می‌تواند مقدمه‌ای برای موفقیت‌های خیلی بزرگ باشد. اگه دوست داری رازهای این بیلیونر چینی رو از زبان خودش بشنوی، عدد 3 رو کامنت کن تا یک ویدیوی 10 دقیقه رایگان رو برات بفرستم.